یا غریب الغربا، در خراسان یک نگاهی بر بنای من کنید، یک نظر بر روضه و صحن و سرای من کنید، با زبان حال شرح ماجرای من کنید، بعد از این هر ساله ترتیب عزای من کنید. چون غریبی بشنود از نام من یاد آورید، از من و حقیت احکام من یاد آورید، از زبان لعل زهرآشام من یاد آورید. یاد زوار غریب بینوای من کنید، بعد از این هر ساله ترتیب عزای من کنید. هر کجا بینید مظلومی گرفتار الم، هر کجا یابید مقتولی زهر رنج و غم، هر کجا ویرانهای بینید از ظلم و ستم، از محبت یادی از سقف طلای من کنید، بعد از این هر ساله ترتیب عزای من کنید. از صدای خشت زرینی کز این ایوان فتاد، گوش چرخ پیر کر شد رخنه در ایمان فتاد. چون شما را زین مصیبت آتش اندر جان فتاد، ساز قانون مصیبت از برای من کنید، بعد از این هر ساله ترتیب عزای من کنید. دهم ماه جمادی الثانی از جور زمان، حمله ور گشتند از هر سو به صحنم ظالمان. گشت صحن اقدسم از 6 جهت بمباردمان، یک نظر بر بقعه و مهر اعتلای من کنید، بعد از این هر ساله ترتیب عزای من کنید. در 1330 شد نشان توپ کین، مرقد شاه خراسان آن امام هشتمین. الغریبان بعد از این هر گوشه با حال غمین، آه و افغان بر غریبی رضای من کنید، شیعیان هر ساله تشکیل عزای من کنید. بر سریر بارگاه هم خصم دون گستاخ شد، 19 جا گنبد نورانیم سوراخ شد، گوسفندانم دچار مسلخ سلاخ شد. یاد یاران به زندان مبتلای من کنید، بعد از این هر ساله ترتیب عزای من کنید. آن حریمی را که روشن بود از چشم وجود، اولیا کردند پیش بارگاه او سجود. کرد بی شرمی به پای چکمه در آنجا ورود، فکرتی در انتقام کبریای من کنید، بعد از این هر ساله ترتیب عزای من کنید. تا فلک می رفت از زوار بانگ شورشین، گشت از توپ و ترامپل تار چشم خافقین. در خراسان یادم آمد از غریبی حسین، یاد از ویرانی این کربلای من کنید، بعد از این هر ساله ترتیب عزای من کنید. احترام مسجد و معبد به هر مذهب رواست، هر کلیسایی ز ناقوس کشیشان پرصداست. این نشان توپکین قبر علی موسی رضاست، گریه بر صحن سرای غم افزای من کنید، بعد از این هر ساله ترتیب عزای من کنید.